یک شاخ گل، برنامه شماره 368. این برنامه با همکاری قوامی، حبیب الله بدیعی، نجاهی تنظیم گردیده. اشعار از رهی معیری، گوینده محمد سلطانی. شاه بود مایه بقای وطن، بقای شاه بود مایه بقای وطن. شها بقای وجود گرانبهای تو باد. تو رهنمای خردمند مصلحت بینی، به هرچه روی کنی بخت رهنمای تو باد. گره گشای جهان است رای روشن تو، فلک مساعد رای گره گشای تو باد. تو چون رضای خدا خواهی و رضایت خلق، خدای عالمیان حافظ رضای تو باد. تو چون رضای خدا خواهی و رضایت خلق، خدای عالمیان حافظ رضای تو باد. چو نیست هدیه شاهانه ای سزاوارت، اگر قبول کنی جان من فدای تو باد. وگر ترانه سراید در آسمان ناهید، رهی به محفل شادی غزل سرای تو باد.
زمانه توسن مطیع رای تو باد. سرود مجلس افلاکیان ثنای تو باد. صفای باغ ز لبخنده جان فزای گل است. صفای ز رخسار جان فزای تو باد. بقای شاه بود، بقای شاه بود مایه بقای وطن.
بقای شاه بود مایه بقای وطن، شها بقای وجود گرانبهای تو باد. رهنمای خردمند مصلحت بینی، به هر چه روی کنی بخت رهنمای تو باد. تو چون رضای خدا خواهی، تو چون رضای خدا خواهی و رضایت خلق، خدای عالمیان حافظ رضای تو باد.
سزاوارت اگر قبول کنی جان من فدای تو باد. وگر ترانه سراید در آسمان ناهید رهی به محفل شادی رهی به محفل شادی غزل سرای تو باد. رهی به محفل شادی غزل سرای تو باد. تو چون رضای خدا خواهی و رضایت خلق، خدای عالمیان حافظ رضای تو باد. چو نیست هدیه شاهانه ای سزاوارت، اگر قبول کنی جان من فدای تو باد. وگر ترانه سراید در آسمان ناهید، رهی به محفل شادی غزل سرای تو باد. شاهنشاه جاوید و پاینده باد، ولی عهد والا گهر. شاخ گل شماره 368.